ظاهرا آن چیزی که اینها بهش رسیدن این هست که باید برن سراغ یک طرح ویژه‌تری رو برای ایران در دستور کار داشته باشن. این حرفا چرا داره مطرح میشه؟ اینها میگن ما زمانی که فهمیدیم باید جلوی ایران هسته‌ای بایستیم، غنی‌سازی 3.5% بود. الان که داریم با هم صحبت میکنیم به طور رسمی 60% رو داره انجام میده، تعارفی هم نداره از این که مطرح بکنه، اما نشانه‌هایی وجود دارد که نشون میده بالای 84% این داره غنی‌سازی میکنه. ساده ترش بخوام بکنم، اینها میگن الان دیگه توی نقطه جلوش نمیشه گرفت. اخیراً نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی یک مسابقه کرده، توی این مسابقه گفته که همین الان میتونیم بریم بزنیم ایران رو، ولی قطعاً فرداش باید منتظر باشیم و بپذیریم که ایران بمب اتمی ساخته. چرا؟ به خاطر اینکه دانششو داره، همه چیشو داره، توانشو داره، زیر ساختش هم همینجوری آماده کرده. دیگه از اینجا کارو بعد تهدیدش بکنی یا کارو براش پیچیده‌تر بکنی، دوباره به اون موقع برمیگرده با توان متعارفش هم از خودش دفاع میکنه تا زمانی که بمب اتمی برسه. من خلاصه حرفم اینه، اینا میگن تو همچین شرایطی دیگه نمیشه ایران رو به چالش کشید. بهتر این هست بریم سراغ یک راهکار دیگر. اون راهکار چیه؟ یک زمانی در مسئله بحران موشکی کوبا یک دعوای اساسی بین آمریکا و شوروی در میگیره. آمریکا خلاصه حرفش این بوده که من تسلیحاتی رو که موشک‌های اتمی تاکتیکی که در پایگاه‌های نظامی توی ترکیه دارم اونا رو عقب میکشم، شوروی هم از پایگاه‌های موشکی خودش در کوبا عقب بکشه، این موشکایی که از برچیده بشه، منم قول میدم به کوبا حمله نکنن. این معامله رو با هم انجام دادن. همزمانی که این معامله رو انجام دادن تا همین امروز تو اوکراینش هم نگاه میکنی، فنلاندش هم نگاه میکنی، بیخ گوش روسیه هر کجا تونسته ناتو رو گسترش داده، سامانه پدافندی چیده، موشک چیده، نظامی برده مستقل کرده، هی داره پیشرویشو بیشتر هم میکنه، انگار میخواد دور تا دور روسیه رو بگیره. پس آمریکا بعد از این قضیه بازیشو پیش برد، چیزی اطراف روسیه کم نشد، او همچنان بازیشو پیش برد. روسیه چی؟ نه، داستان شوروی متفاوت‌تر بود. شوروی یه متحدش کنار آمریکا موشکایی رو اونجا مستقر کرده بود که میتونست تهدیدی در حیات خلوت آمریکا براش باشه. آمریکا اینم تحمل نکرد که شوروی تهدیدی در حیات خلوت آمریکا براش داشته باشه. این تهدیدات رو بعد چی؟ تهدیدات خودش الان داره پیش میره. ساده ترش بخوایم بکنیم این شکلی هست که بعد از این تقابلی که با هم داشتن پیرامون مسائل موشکی در کوبا، شاهد این بودیم که آمریکا تا همین امروز بازی خودش رو پیش برده، ناتو رو گسترش داده، اطراف روسیه فعالیت خودش رو داره، اما آن چیزی که رخ داد یک طرحی بود که عوارض سخت و سنگینی برای شوروی داشت و در بلند مدت یک ضربه اساسی به این کشور زد. در مورد مسئله هسته‌ای ایران هم الان این مدل کوبا تو ذهنشونه. یه موقعی فشار حداکثری به ما آوردن، جواب نداد. من ایستادگی کردم، با همه توانم ایستادم، با همه امکاناتم در میدان بودم و جواب نداد. حالا مدل کوبا تو ذهنشه که برم صحبت بکنم بگم میپذیرم، اینایی که میگی رو میپذیرم، یه سری شرطم هست تو هم اونا رو بپذیر. بعد از اینکه اینها رو پذیرفتی غنی‌سازی 60% خودت هم داشته باش. این بحثی که الان داره در برخی از محافل آمریکایی پخت و پز میشه برای اینکه روی میز بذارن علیه ایران.